حاجی اومد حاجی سلام. الله احد. من خادم مردمم. من برای این مردم باید جسارتا شما گفتین که حمایت از تولید ملی، چرا خودتون با ماشین خارجی اومدین؟ سرکارگونی خادم مردمم. حاجی من نوکر چرا مردمم. همکار منو بردین؟ شما من نگفتیم ما آزادی بیان داریم. شما عزیزم آزادی بیان دارید ولی بیان بعد از آزادی رو نه. سرکارگونی جسارتا شما هزینه تبلیغاتتون چقدر شده؟ یه 200-300 میلیارد. خب همینو میدادیم مردم که براتون خودشون رأی میدادن. سرکارگونی جسارتا آینده نگری شما نسبت به کمک به مردم ایران چیه؟ کمک به غزه به نظر شما ژاپن کشور توسعه یافته هست یا خیر؟ به چه قیمت؟ به نظرت اصلا ارزش داره؟ حاجی من اصلا متوجه نشدم شما چی گفتید. شما به همین نکات ریز توجه نمی‌کنید. جسارتا شما سقوط رو هم تجربه کردین آیا؟ بله متأسفانه تو کوه مازندران و هلیکوپترش من سری پریدم باتری در آوردم. ما 50 درجه جنوب برنامه شما برای جنوبی عزیزمون چیه؟ شما کودک فلسطینی غزه رو دیدی؟ غذا گیرش نمیاد؟